تو این ویدیو در مورد مویی که پایش نارنجیه به هر دلیل بیشتر از این نمیخواد بره بالا، ولی مشتری ما یه تم سرد دودی بدون سبزی یا یه همچین چیزی میخوام یه تکنیک خیلی خوب بهتون یاد بدم. بریم ببینیم که نهایتا کار چی میشه. یه رنگ مشکی، یه رنگ قرمز از تو رنگام انتخاب میکنم. رنگ خیلی کمه و ما میخوایم که این مقدار رنگ هم تو قلممون گم نشه. حتما برای هم زدن اولیه قبل از اینکه اکسیدان یا هر چیز دیگه بهش اضافه کنید یه مقدار آب جوش بهش اضافه کنید. سریع این رنگ توی کاسه رقیق میشه. جالبش اینجاست که اگه برای رنگ‌های سردتون تو ترکیب اولش از آب گرم یا جوشیده، یعنی همون لحظه داغ باشه، استفاده کنید، به شدت رنگ ساژاتون خوب هم میخوره و اصلا جدا از هم وای نمیسته. ما یه مقدار در ابتدا آب جوش رو ریختیم، قشنگ رنگ ساژمون هم خورد. الان قراره یه مقدار اکسیدان 6% به این اضافه کنیم. به مقدار 2-3 برابر رنگی که ریختم اکسیدان 6% اضافه میکنم. حسابی هم میزنم که رقیق بشه. رقیق بشه. 3-4 برابر اکسیدانم هم میتونم بهش آب اضافه کنم و دوباره هم میزنم تا یه چیز خیلی شل آبکی ازش درست کنم. در اتمام کار من رنگی که آماده شده به شدت حالت آب داره رو به مویی که نارنجی هستش میزنم. در مورد تایمش من بهتون بگم که مسئله خیلی مهم در مورد موهای نارنجی که از این تکنیک برای روشن کردنشون استفاده میشه چشمیه. یعنی اون تایمو باید با دیدن تشخیص بدید که الان زمان شستنه یا نه. توی چند ثانیه اول رنگ نارنجی تبدیل به یه رنگ بژ خوش رنگ شد و در ادامه خیلی زیباتر میشه.